لشکری حکومت سوریه سرکفتن کادی بسر کمالا چکدارین دولت اسلامی داعش لباجر دیر زور را گهاند. دیر زور اول روش آوای چم فراد دکوت مزنترین و گرینگترین باجر روشالات سوریه و ناوند آفراندنا پترولا ولاتیه. بیان نامه لشکری سوریه دبیجد هزین لشکری به آلیکاریا هزین دوست باجر دیر زوری به توایی دست چکدارین داعش درخستن. هفدم دیگل اپراسیون لشکری حکومت سوریه هزین سوریا دموکراتیا پرانیا و کرد به پشگیری فروکن لشکری هف پیمانی نف نتوی گواشکا قایم بسر چکدارین داعش لاروش حالاتا چم افراد بکتینن. شرو هفچون لسرانسری جهان و بتایبت لروش حالاتا ناوین بتنی ویرانی و میلیونها پنابران دا آفرینه. کمیسیونر آجانسا پنابرین نتوین اگرتی لبردم جواتا اولکاری بتندی رخنه لجواکا نف نتوی گرد لدما 66 میلیون کس لتوایا جهان بوینکوج بر. Have we become unable to broker peace? اری امشیانه ببینه ناوگینین آشتیه از وی پرسیار جواتا اولکاری دیکم از شوپن وی نسرکفنه دبینم لدما میلیونها کس آوارنه و دکارم وگرنه و مالین خواه. تاوی حولن چاره سرکرنا پرسا سوریه به آوائه که آشتی لقیرانا پنابران نبسانهی و بداوی بید. My appeal is that as you focus دخوازه من اوه کل دما هون حولن آشتی ددن دوی پرسا پنابران برجابیتا گرتن و اگر بزوری وگرنه و مالین خول سوریه هل به دبیتا اگران آرامیه. دگل شکستن مزن اوین بچکدارین داعش لعراق و سوریه دکبت لیویرانیا لدیفخو هلای هلبت و گرانا کوجبران وکو هفریکیا هر مزن هم بر جواکا نف نتوی و بودمکی دریج بمیند. خالد فتاح، دنگ امریکا.